السلام علیکم همدیاران عزیز. امروز 10 اکتبر سال 2022 می باشد. من سحر روز شهر ترسانزاده رفتم برای شما دو سه نوار گرفتم و باز حکمیداو و شهر فرغانتپا آمدیم، یعنی شهر مختار آمدیم و این در پمیدورزوری یکی از کاردان های همین منطقه برادر من نامش چی بود؟ عبدالصالح. عبدالصالح می باشم. عبدالصالح حوزه خودش رفت نمیاید. من اما نشان میتیم. نام شما چی؟ عبدالولی. انا عبدالولی بود است. شما در اینجا چیکاره؟ کارگری همجایی. انا عبدالولی کارگری همجا بود است. انا پمیدورای عبدالولی رو ببینید. این پمیدورا رو ببینید. عبدالولی این پمیدورا رو حوزه من پرسیدم با نرخ 7.5 سوم. یک لخت آبتم فروخته شده 7.5 سوم. ممکن در بازار دوشنبه الکی 10 میشه 12 میشه نمیدونم بگمانم که 12 هست 10 خیلی 10 12 هست. من دیدگی بودم در مهرگان تا دوشنبه میرد که 5 سوم قیمت میشه. های وای انا بازارشین وایش رو میفروشد. چی میگن؟ مهارتش رو، کسبش رو میفروشد، مهارتش رو میفروشد. دیخون پمیدورش رو. و ما حاضر عبدالملک جان اینو دیدم جا. انا خطانم جست. اینه اکا اسکندر ایجاد. انا همدیاران عزیز بینید که علاقه تو اینجا یک دو سه قطارش رو چیندن. اینه نشون داده بود. انا یک دو سه قطارش رو چیندن. سه خوشش رو که هر یکش سه تایی دارد. نه سه تایی 4 تا 5 تا. 4 تا من 3 تا 5 تا دارد. این علاقه 2 کیلوگی کمش به چیندن. نه 2 کیلوگی نه. حساب میانه قطعی ما با حساب میانه 2 کیلو 2.5 کیلو میگیم ده یک بتاش. با خاطر چی؟ ولی همونجا چند کیلو چیندن؟ کیلوی معین شوزی آبشی معین کردگی نیستیم نه کی مایلش چیزی که شما گویه یک بوته 2.5 کیلو گفته ده. با حساب میانه ده. این بسیار میتیاد کن. فهمو. من ببینید انا اینا ببینید چقدر پمیدورای خوشروی. اینا ببینید. این خلق مهنت میکند. اینجا کجاست محله کجا؟ ناحیه کشانیان دهه بافنده. دهه بافنده ناحیه کشانیان بوده است. این پمیدورا رو ببینید. من از درونش نشون یک مرتبه در پشت تلفن اپراتور اکای سلیمان یک از دهقان‌های پیشی ناحیه کشانیان میباشد. انا ببینید پمیدورها رو همدیاران عزیز. این همش کجا میرود؟ بالای دسترخوان ما و شما میرود. اساسش مهنت همین آدمان است. ببینید که با استفاده از آب قطرگی و پوشانیدن بالا گرمخانه کردن. نه که گرمخانه اینا گرمخانه زمانوی نه. گرمخانه اینا چقدر یک برگمانم شرایط داشتن ساختیان. انا اکای سلیمان گفت که این گرمخانه زمانوی است یا که چی است؟ خیلی که برای شما معلوم است. سلام علیکم اول. خیلی که برای شما معلوم است. شما از نوارد نشان دادیم. این گرمخانه نسبتاً با آرماتور مردم میسازند. گرمخانه‌ای که مقصد با آرماتور مثلا خیلی کج کرده میسازند. نسبتی او کمتر برتری داره که با گرمخانه‌های زمانوی مانند کردگی ساختگی نه که ای جهت که خیلی شما اکای اسکندر گفتین که مقصد شرایطش به همین قرار رسیده ساختگی مثال بالا دا برای سلقین کردن مقصد چی نداره لوگ نداره تریزه مثال برای گرمی را مثال کلیانکه خالی کشیدن شوی آفتاب رو میزند که نسوزاند. دو طرفش کشوده هست. این طرفش و این طرف نشون دید. این طرفش و این طرفش دو طرف کشوده هست و انا همین گرمخانه حساب میرود و داخل این پر از پمیدور است و دست دهقان درد رو نبیند. برای ما و شما اینقدر زحمت میکشن در این هفته گرم. این رو تخمینا کشیدگی باشن 24 ماه ایون در وقتی گرمی تابستان شنونده در زیر انمی کلیانکه در اینجا چقدر گرم است. بچه‌ها مهنت کردن برای ما و شما انمی خیلی پمیدورها رو سبزوندن. انا ببینید بعد اکای اسکندر با گفتیم که مثلا لوگ نداره با اینجا مثال چیزی گرمیدهی نداره مقصد اتاپلنی نداره همین چیزایی که مثلا با طلبات روز جوابگو باشن همین چیزا را در همین گرمخانه ساختگی نیست. ای سبب شرایطش همین قبدن مقصد این همین ساختگی ای. با هر حال که همین قدر شرایط نداشتن در همین خصوص است. این پمیدور رو ببینید. این پمیدورها رو ببینید. در زمین ریخته خوب باید بسوریشه. اینا ببینید. این قدر پخته خوب که بازار ما و شما را
تامین میکنند به خطر عضوخواری امنیت به خطر عضوخواری دولت ما رو تامین کرده سودن. اینو ببینید، این راحت میکنید، این رو ببینید سخت. این کیلوش در مهرگان 12 سوم، در اینجا 7.5 سوم یک لخت داده سودن. انا همدیاران عزیز، ما از یکی از گرمخانه ها به شما مختصر گپ زدیم. باز بار تکرار میکنم، همین خیل عادی همین دو گابراز چویلوب کردگان، بالاش کلانکا پیچوندگان تمام و آب قطرگی گذراندگی هستن. من دو تا آب قطرگی هست و البته اینجا دوروری زمینی پرو، زمینی سرحاصل میکنن، دورو میپوشن، این رو میگوبین میکنن و انا این طرف رو بینید چخل بعضی منظره ها اینو بینید. از آمدن من پشیمون نیستم، لیکن یک چیز رو گفتنی هم با همدیاران عزیز، من بسیار نوارها به شما نشان میدم. مثال میگیریم نوارها از ترکیه نشان دادم، نوار درباره پیسته بود و وقتی که من تماشا میکنم و استاتستیکا رو میبینم 65,000 آدم تماشا کرده است. لیکن وقتی که میبینم 80,000 آدم گفته است که معقول است، معقول نیست که است، یا که 100 آدم لایک مونده است یا 20 آدم پدیلیت کرده است. همدیاران عزیز، من از فیسبوک مبلغ نمیابم، من الهام میگیرم از سخنان شما، از لایک مونی شما، از دستگیری شما که اومده هر جا نور گرفته رفتم. او قدر قیند نیست یک پدیلیت جقید، یک لایک جقید که اگر شما پدیلیت لایک جقید شما 4,000 دوست داشته باشد، 4,000 دوست شما میبیند وی رو و همین خیلی اگر 1,000 آدم بیند همین 4 میلیون آدم میبیند. همدیاران عزیز، همین یک دستگیری کنید و همین یک لایک یا پدیلیت جقید یا یک کسی بگید که ابونه شود و من الهام میگیرم از همین کار شما، اومده نوار میگیرم. من از این نوار میگیرم، از این کارو من مبلغ نمیابم، من تنها الهام از شما میگیرم، از دستگیری شما میگیرم. التماس دستگیری کنید، یک گپ زنید در تگ نوارهای من، کامنتر نویسید که من خونم با شما بحث کنیم، مطالعه کنیم که من گویم که من دستگیر بسیار داشته باشم، تماشابین بسیار داشته باشم. 65,000 تماشابین و همگی 500-600 آدم لایک مونده است یا که 100 آدم لایک مونده است. تماشا کردن 65,000 آدم. همدیاران عزیز، میگذاریم با پامیدور. من ببینید، انا همین پامیدور رو من برای چی من همین نوارها رو میکنم که خلق با پامیدور پروری با دیگر کارها مشغول شوند، بسیار شود، ارزانی شود در تاجیکستان ما و همه بالای در سخن خلق ما پر از پر ناز و نعمت های خداداد شود. همدیاران عزیز، در همینجا من نوار رو با آخر میرسانم. در پناه خدا باشید، با گروه انگور و باغ باشید. التماس دستگیری کنید.